بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت برنامه نوسان و بینندگان. ما دانش آموزان مدرسه شاهد افشار یزد هستیم. چند روز پیش آقای ایجه‌ای رئیس قوه قضاییه از شهر به شهر ما اومدن و ما برای ایشون یک نامه‌ای رو نوشتیم و توی اون به مسئله حجاب و بی‌حجابی جامعه الان اشاراتی داشتیم. و اینکه خب ما میدونیم که هم توی دینمون هم توی فرهنگمون مسئله حجاب و پوشش خیلی تاکید شده و این مسئله خیلی مهمه و خب توی مملکت امام زمان و جایی که سربازای امام زمان قرار رشد کنن خیلی بهتره که این مسئله بیشتر پوشش داده بشه. ما نگران آینده هستیم با این وضع بی‌حجابی و بی‌حیایی که تو جامعه وجود داره. نگرانیم که نکنه خدای نکنه تو آینده این مملکت روز به روز بدتر بشه و واقعا نگران اوضاع مملکتمون هست. ما هزاران شهید دادیم که این شهیدایی که اینجا می‌بینید فقط منتسب به مدرسه شاهد افشار ما هستن و ما 1000 تا دانش آموز شهید برای استان یزد داریم برای حفظ آیین اسلامی و ایرانی یعنی حجاب و این مسئله بهش داره تو کشور ما بی‌توجهی میشه. ما از مسئولین مطالبه داریم و از اونا میخوایم که حتما به این بی‌حجابی‌ها توی کشور بر رسیدگی کنن. و اینکه توی جامعه ما خب وقتی ما داریم دانش آموز زندگی میکنه این مسئله داره آرامش روحی ما رو به هم میزنه. نمیتونیم که با آرامش به درسمون برسیم و آرامش خاطر داشته باشیم. واقعا داره ضرر میزنه به پیشرفت علمی و پیشرفت فرهنگی. پس ما میخوایم که شما از مسئولین مطالبه کنید و درخواست ما رو پیگیری کنید. با تشکر از توجهتون. یا علی مدد.